تبدیل به یک جزء جدا نشدنی از زندگی ما ایرانی‌ها شده. و قطعا در جریان هستین که چقدر استرس میتونه آسیب‌های زیادی به بدنمون بزنه. پس برای هر ایرانی واجبه که یاد بگیره چطور این استرسش رو کنترل بکنه. من این بچه خودکار مانه. نمیدونم میبینینش یا نه؟ امروز با مهمون افتخاری میلو جان در خدمتتون هستیم که فکر کنم شما درست نمیتونین ببینینش، ولی خب بچه‌م اینجا اومده نشسته و بلند نمیشه. سلام، من کوبیام و اینجا کوبیولوژیه. خیلی خوش اومدین به یک ویدیو دیگه با من. اولین و پرکاربردترین و مؤثرترین کاری که میتونین برای کنترل استرس انجام بدین تمرین تنفسیه و یکی از مؤثرترین تمرین‌های تنفسی هم تنفس 4-7-8 هستش. یعنی اینکه شما 4 ثانیه دم داشته باشین از بینی، یعنی که نفس بکشین بهم میگیم دم، اوکی؟ و 7 ثانیه این نفس رو حبس کنید، نه هوایی بره نه هوایی بیاد، و 8 ثانیه از دهنتون بازدم انجام بدین و این نفسی که حبس کردین رو آروم آروم بدین بیرون. حداقل 5 بار میتونی این حرکت رو انجام بدین. قربونت برم. و این مدل تنفس حتی برای موقعی که شما دارین استرس رو کاملا احساس میکنین و توی شرایط استرس‌زا هستین هم خیلی خوب جواب میده. علاوه بر تمام اینها میتونین در ابتدای صبح، شب یا وسط روز یه 5 بار هر کدوم اینها رو انجام بدین و برای اینکه حتما انجامش بدین یه یادآور روی گوشیتون بزنین که یه آلارمی بیاد براتون و شما حتما 5 بار این تنفس رو برین. واقعا چیز مفید و خوبیه. روش دومی که شما میتونین باهاش استرستون رو کم بکنید ورزش کردنه. اما اینجا یه نکته‌ای وجود داره. هر مدل ورزشی نمیتونه استرس شما رو کم بکنه. ورزش هایی که شدت زیادی دارن و خیلی سنگین هستن اتفاقا استرس زا هستن. منظور ما از ورزش هایی که استرس رو کم میکنه پیاده روی های سریع، دویدن، شنا کردن و یا همون 20 دقیقه، نیم ساعت، 40 دقیقه ورزش با وزن بدن توی خونه است. اما اگر ما بخوایم اینو تبدیل به یک روتین بکنیم، 20 دقیقه توی خونه یه سری حرکات کششی، یوگا یا همون با وزن بدن رو انجام بدین یا حدوداً 20 دقیقه، نیم ساعت پیاده روی سریع داشته باشین روزانه تا اینکه استرستون به صورت کلی کمتر بشه. همه این ورزش‌هایی هم که گفتم هورمون‌های شادی رو توی بدنتون زیاد میکنه و یه کاری میکنه که استرس مغزتون کمتر بشه. مورد سومم که دیگه اصلا من همیشه خدا بهش تاکید داشتم، جز به همون ایمان، تقوا، عمل صالحه که خوابیدن هستش. خواب کافی و با کیفیت خیلی زیاد میتونه به کاهش استرس شما کمک بکنه. من توی یکی از ویدیوهای قبلیم کامل براتون توضیح دادم که چه کارهایی رو قبل از خواب انجام بدین کیفیت خوابتون بیشتر میشه. و باز توی یک ویدیو دیگه هم براتون توضیح دادم که چرا خوابیدن انقدر اهمیتش زیاده. حدوداً 1 ساعت قبل از خواب با موبایل و اینجور چیزا کار نکنید. 6 الی 9 ساعت بسته به نیاز بدنتون کامل بخوابید. دمای اتاق رو روی 18 الی 20 درجه سانتیگراد نگه دارید تا کیفیت خوابتون بیشتر بشه. خودتون رو هم به زور بیدار نگه ندارید. هر چقدر خواب با کیفیت تر و بهتری داشته باشین، عملکردتون در طول روز خیلی بهتر میشه. کاری که با خستگی ذهنی شما توی 5 ساعت انجام میدین، اگر خواب کافی داشته باشین و ذهنتون عملکرد خوبی داشته باشه، میتونین توی 1-2 ساعت انجامش بدین. شروع کنیم به نوشتن. نوشتن معجزه میکنه درباره احساساتتون، تمام افکارهای منفیتون، هر چیزی که باعث دل مشغولی شما میشه، هر چیزی که ذهنتون رو درگیر کرده، همه رو بنویسین. هر روز 5 دقیقه الی 20 دقیقه، نیم ساعت، هر چقدر که فکر میکنین برای شما جواب میده، توی یک دفتر شروع کنیم به نوشتن. من هیچ صفحه خاصی براتون تعیین نمی‌کنم، فقط میگم بنویسین. حتی شده در حد 2 خط، حتی شده در حد این که من امروز چه کارهایی باید انجام بدم. توی یه برگه فقط همینو بنویسین که ذهنتون کمی خالی بشه.
پر بودن ذهن ما، سردرگمی و اینکه ندونیم چه کاری رو باید اول انجام بدیم، چه مسائلی وجود داره و چطور باید از پس حل این مسائل بر بیان، میتونه به مغزمون استرس زیادی رو وارد بکنه. چون هر چقدر مسائل بیشتر تو هم بره، بیشتر آشفته به نظر میاد و برای مغز تبدیل به یک شرایط تنش‌زا میشه. پس چقدر بهتر که شما اینها رو بنویسین و وقتی میارینش روی کاغذ متوجه میشین که اصلا اونقدری که فکر میکردین بزرگ نبوده و خیلی هاشون رو میتونین راحت حل بکنین و براش یک راه حل ارائه بدین. موسیقی. ببین، من هر چقدر راجع به تاثیر موسیقی درست حسابی بهتون بگم کم گفتم و هر چقدر هم راجع به تاثیر موسیقی های افتضاحی که در حال حاضر متاسفانه توی بازار ایران خیلی زیاد شده بگم، بازم کم گفتم. موسیقی های کلاسیک رو سعی کنید روزانه حتی شده یک بار گوش بدین. مثلا صبح که تازه از خواب بیدار شدین تا برین صورتتون رو بشورین و یه مسواکی بزنین و حاضر بشین به یک موسیقی 3-4 دقیقه 5 دقیقه کلاسیک گوش کنین. من یک مجموعه کامل از موسیقی های کلاسیک و صدای طبیعت رو براتون توی کانال کوبیولوژی میذارم. آدرس کانال رو هم توی دیسکریپشن براتون میذارم. اگر دوست داشتین میتونین عضو بشین. ببین، من خودم عاشق رپ های اجتماعی و موسیقی های احساسی هستم. خب اما ما باید بر این قضیه آگاه باشیم که این مسائل باعث میشن که ما بیشتر ناراحت بشیم، احساساتمون جریحه دار بشه و نباید به مقدار زیاد این آهنگ ها رو گوش بدیم. واسه همین اونها رو بذارین برای یک سری شرایط خاص و به صورت روزانه و مکرر و پشت همدیگه این آهنگ هایی رو که ناراحت کننده و عصبانی کننده هستن رو گوش ندین و سعی کنین به موسیقی های شاد ایرانی و خارجی بیشتر گوش بدین تا مودتون یکم بیاد بالاتر. ما یه سری غذاها هم داریم که ضد استرس هستن. خود این غذاها که خاصیت جادویی نداره، خاطر اینکه توشون چربی امگا 3، منیزیم و چیزهای از این قبیل هست، باعث میشن که استرسمون کاهش پیدا بکنه. مثل چه غذاهایی؟ مثل ماهی‌های چرب، مثل انواع آجیل‌ها و مغزها، مثل چای سبز و شکلات تلخ. خندیدن باعث میشه که استرس شما به حد قابل توجهی کاهش پیدا بکنه. حالا راهکاری که خود من برای این مسئله دارم اینه که پست هایی که توی اینستاگرام میبینم خیلی خنده دارن و خیلی دوستشون دارم و برای خودم توی فایل جداگونه سیوش میکنم توی همون قسمت سیو اینستاگرام و هر بار میرم اونا رو نگاه میکنم. بلاگرهایی رو هم که محتوای طنز فاخر تولید میکنن رو میتونید دنبال کنید و با دیدن ویدیوهاشون چند ثانیه‌ای رو بخندین و به کاهش استرس مغز و بدنتون کمک بکنید. و در نهایت مدیتیشن کردن. مدیتیشن همونقدر که بسیار خوبه و توصیه میشه، میتونه برای بعضی از افراد که یه سری اختلال‌های مغزی خاص دارن اصلا جواب نده و حتی اضطراب و استرسشون رو بیشتر هم بکنه. پس اگر 5 بار، 6 بار، 10 بار مدیتیشن رو امتحان کردین و مدیتیشن باعث نشد که استرستون کمتر بشه و حس و حال خوبی رو بهتون نداد، ممکنه که مدیتیشن برای شما کار نکنه و این هیچ اشکالی نداره. شما میتونین از روش‌هایی که اول ویدیو گفتم استفاده کنین. اما خب ما خیلی شنیدیم مدیتیشن. اما مدیتیشن چیه؟ یکی از ساده ترین راهایی که برای مدیتیشن کردن معمولا پیشنهاد میشه اینه که شما آروم نفس بکشین و به این تنفستون آگاه باشین و روی تنفستون تمرکز بکنین. حالا یعنی چی؟ یعنی وقتی که من دارم دم انجام میدم به عبور هوا از بینیم توجه بکنم و به پر شدن قفسه سینم تمرکز بکنم و از طرف دیگه وقتی دارم بازدم انجام میدم به خالی شدن قفسه سینم و به عبور هوا از دهنم توجه کنم. شما میتونین همین کار رو فقط انجام بدین و فقط تمرکزتون رو بیارین روی تنفستون. یه اتفاق دیگه‌ای که توی مدیتیشن میفته اینه که شما ممکنه که افکار زیادی بیان توی ذهنتون. شما باید فقط مثل اسکرول کردن اینستاگرام این افکار رو بزنید بره و روش نمونید، تمرکز نکنید، اونو بس ندین، گسترشش ندین، فقط بهش نگاه کنین و بذارینش کنار. مدیتیشن ها هم میتونن تایم های مختلفی داشته باشن و از 5 دقیقه تا 20 دقیقه میتونن متفاوت باشن. هر تایمی که خودتون راحت هستین انجامش بدین. حتی شده با 1 دقیقه شروع بکنید، اما شروع بکنید. حتی میتونید مدیتیشنتون رو با اون تمرین تنفس اولی که بهتون گفتم، یعنی 4 7 8 ترکیب بکنید
و همزمان که دارید 5 بار اون مدل تنفس رو انجام میدید مدیتیشن هم بکنید. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه و لطفا به هر کسی که میشناسید این ویدیو رو معرفی بکنید، چون چیزیه که هممون بهش نیاز داریم. اگر هم چیزهایی که تو این ویدیو گفتم رو انجام دادین، ممنون میشم که بیاین نظرتون رو توی کامنت ها برام بنویسین ببینم براتون جواب داده یا نه و چطور بوده. و به عنوان نکته پایانی هم بگم که لطفا به خودتون سخت نگیرین. چیزهایی که گفتم و میتونین خیلی آروم آروم قدم قدم انجام بدین و نیاز نیستش که یهویی مثلا بیاین 30 دقیقه هر روز ورزش بکنین. همین که 5 دقیقه حرکات کششی هر روز انجام بدین و 5 تا تنفس داشته باشین برای شروع میتونه عالی باشه. اگر نظری پیشنهادی هم دارین بابت ویدیوهای بعدی، ممنون میشم که حتما برام بنویسین. تا ویدیوی بعدی فعلا.